تخلفاتی که دولتی ها در این دوره عمل کردن اصلا سابقه نداشت. من از بعد از انقلاب واقعا در دوران آقای خاتمی و آقای ناطق یا آقای احمدی نژاد و آقای موسوی و کروبی اصلا نمیگم تخلف نشد، ولی نه به این حجم. چه تخلفی؟ شما عاملان برگزار کننده انتخابات بیانیه حمایتی از آقای جلیلی دادن. تمام دهیاران، تمام متولیان برگزاری صندوق‌ها اینا برده شدن، حساب کتاب از اینا کشیده شدن، تهدید شدن، تطبیق شدن. این حجم بسته‌هایی که تو روستاها توزیع شد، شما ببین مدیر کل کمیته امداد یه استانی که نخواست با اینا همکاری کنه 5 روز قبل از انتخابات عزلش کردن، یکی دیگه گذاشتن و تمام اموال کمیته امداد رو تو روستاها پخش کردن. کارتایی که پخش شد، این همه ورود به انتخابات اصلا مردم رو تحریک کرد. استانداران شما به چه حقی اومدن بیانیه حمایت داده؟ اینا برگزار دیگه صلاحیت برگزاری انتخابات نداره. بعد رئیس دفتر رئیس جمهور یا معاون اجرایی چیه عنوانش، میگیم که چرا تو انتخاباتی میگه مرخصی گرفتن. باشه منصور معاون چرا شما جلسه شوراها و دیارا رو برگزار کردی، دیارا رو همه رو آوردی تهران با اون وضعیت بسیار زشت، غذاها رو زمین به اینا دادی، بخشدارا، فرماندارا. من ده ها دهیاری رو داشتم که به من میگفتن آقا فرماندار، بخشدار ما رو صدا کرده، موبایلای ما رو گرفته، تهدید کردن و به ما با صراحت گفتن مبنای تایید شما در دوره بعدی میزان رأی صندوق شماست. چرا مثلا نیروهای نظامی رو ورود دادید؟ تمام شب قبلش تمام مسئولیت صندوق رو عوض کردید، نیروهای دیگه ای آوردید.